شما میدونید که تسهیلات بانکی مثل رگ در خونه. شما چجوری این مسئله رو حل میکنید؟ اولین کاری که میکنم آقای احمدی نژاد تو سیستم بانکی دخالت نخواهم کرد. شما اصلا سیستم بانکی رو شورای عالی پول اعتبار منحل کردید، خود جناب عالی شدید رئیس کل سیستم پولی. اصلا مگه میشه؟ رئیس بانک پارسیان رو برداشتیم اونجوری لجنمالش کردیم، بعد مشاور خودتو کردیم و دیگران همینجور. احمدی نژاد سخنرانی داره، وقتی میره پشت میکروفون یاد حاله نور میفتن دور سرش. اس هاشو رو که هممون خوندیم، یادتون هست حتما ماجرای حاله نور چی بود؟ این ماجرای رئیس جمهور میگن بله احمدی نژاد گفته است ما چه حاله نور ما نورمون کجا؟ البته هر کس کلام خدا رو تکرار بکنه جنس کلام خدا نور دیگه. اون وقتی که شروع کردم بسم الله اللهم رفتی من اینجوری احاطه کسی رفتی توی اسم توی حساب تا آخر یا خودم رو احساس کردم. شما تو سخنرانی هم دیگه حاله نور و اینا که نمیبینید؟ حاله نور نمیدونم، اگه دیدید به کسی نگید دیدید. اقلا تجلی کرامت انسانی در تصمیم گیری انسان ها برای سرنوشت مختارانه خودشون هست. این مثل است که ما سرمون رو بکنیم زیر برف، حقایق رو ندونیم و پیش بینی نکنیم و بعد تو بحران که میافتیم. ایشون میگفت که قیمت نفت مگه ممکنه از $100 بیاد پایین؟ یه ماه بعد اینطور شد. پارلمان انگلیسی به حوزه ما تجاوز کردن، نیروهای ما سر رسیدن، اون رو دستگیر کردن، گفتیم که اینا باید اعدام بشه. چرا اومدن سرزمین ما؟ یه بحران بزرگی جهانی ایجاد کردیم. بعدن تصمیم گرفتیم که به تنشون کت شلوار بپوشونیم. بعد رئیس جمهور ما که مسئولیتش و موقعیتش و منزلتش متعلق به خودش که نیست، متعلق به مردمه، متعلق به شماست، اومد از اونها خداحافظی کرد و به اصطلاح با یک مراسم که حتی برای ما برای سران کشور دیگه هم انجام ندید، اونها رو راه انداختند و رفتن. بعضی نهیبی که ما از انگلستان داشتیم. آیا این عزت ملت ما رو حفظ کرد؟ آقای بلر کتباً نامه داد، عذرخواهی کرد. دروغگو خائن است و خائن ترسوست. ما افراط داشته باشیم دنبالش تفرید داریم. ما میگیم این صحبت تند رو راجع به اسرائیل میکنیم، هولوکاست مطرح میکنیم بدون که به فایده هزینه آخرش ببینیم که آیا ما رو به نتایج خودمون میتونه نزدیک‌تر بکنه یا نه. نتیجهش این میشه که وقتی ببینیم اوضاع بد شد، معاون ما میاد میگه ما دوست مردم اسرائیل هستیم. جناب عالی میفرماید سیاست خارجی ما قوقا کرده. برادر محترم من، آخه این چه قوقایی کرده که شما تبریک هم میگی جوابت نمیده؟ ما هیدن پیش بینی می‌کنیم آمریکا فرو می‌ریزه. بنده 4 سال دارم میشنوم که اسرائیل در حال فروپاشیه، فرانسه در حال فروپاشیه، آمریکا در حال فروپاشیه. خب بر اساس ما سیاست خارجی تدوین می‌کنیم. خب معلومه که به بیراهه میریم. آقای چاوز شلون بغل گرفته صدام داره فشار میده که اون فشاری که به شما داده اون فشار بیشتره. اگر صدها میلیارد دلار از سوی موساد خرج شده بود تا کسی منافع اسرائیل را تامین کند، احدی بهتر از احمدی نژاد نمیتوانست این خدمت را انجام داد. این عکس جناب آقای چیز به شما که آقای خلیج عربی این عظمت وزارت خارجه ماست، این سیاست خارجی مهم و موفق ماست. 8 سال اول رهبری آیت الله خامنه‌ای با در واقع کمک آیت الله هاشمی و ریاست جمهوری ایشون سالهای رونق اقتصادی بوده و سازندگی. ولی در سال آخر ظاهرا جناح قدرت، جناح راست از آقای هاشمی دلسرد میشه به خاطر مذاق وسیعش در برخورد با مسائل مذهبی و جامعه شناسی.
و به دنبال این هستن. حالا شاید هم بعضیا به عنوان یک رقیب جدی و به عنوان یک قدرت جدی بهش نگاه میکردن که ایشونو کمرنگ کنن و حذف کنن. پسرای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟ پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟ فهرست بلندی است، من نمیخوام اینجا اسم ببرم. چه ربطی به بنده داره؟ عقاید بنده داره. هاشمی رفسنجانی در اعتراض به صحبت‌های محمود احمدی نژاد نامه شدیداللحنی به آیت الله خامنه‌ای نوشت که بی پاسخ ماند. او در این نامه از آیت الله خامنه‌ای خواسته بود از او حمایت کند. تظاهرات و حرف‌هایشون با نقد بود، مبارزه و مفاسد اقتصادی که هیچ کدوم انجام نداد. اخیراً امروز توی مسیری که می آمدم آقای پالیزدار از زندان به من زنگ زد، میگفتش که با آقای احمدی نژاد بگین توی پاکدشت رفته گفته برخی رو معرفی میکنم، اگه می‌خواستی معرفی کنی این 4 سال معرفی می‌کردی، بعد چرا برخی؟ از دانه درشتا می‌ترسی؟ و بعد هم خب این عکس‌های پاکدشت ایشونه که متاسفانه روزنامه‌های دولتی ایران و کیهان که تو پرواز به من دادن، عکس صفحه اول، عکس بزرگ مال تبلیغات های احمدی نژاد و جالب داخلش نوشتن که امکانات دولتی مترو رو توش دارن تبلیغات های موسوی رو میکنن. خب بابا مترو تلویزیون های تبلیغاتی پولش رو میگیرن تبلیغ کنن. شما روزنامه ایران و کیهان که با بودجه بیت المال دارین صفحه اول تبلیغات احمدی نژاد میکنید و بعد هم آقای احمدی نژاد میفرماد مفسدان رو معرفی میکنم. 4 سال گذشت کی؟ و بعد آقای پالیزدار میگفت بفرمایید به ایشون که چرا مفسدان طرفدار تو هن؟ دنیای غرب، استکبار غرب داره تمام نسل جوان رو داره اسارشون رو میکشه، تمام لذت ها رو ازشون میبره، بیچاره کرده نسل جوان رو دنیا. تمام به عزا نشستن محققان روی زمین. حضرت آیت الله امامی کاشانی ارادت داریم خدمت ایشون، ولی معادنی که در اختیار مؤسسات ایشون قرار گرفته آیا ضوابط قانونی در نقل و انتقالش انجام شده است یا نه؟ و بعد اگر ضوابط قانونی انجام نشده مالکیت هم حاصل نمی شود. بعد میفرمان بعد از 15 سال بعد از بهره برداری ما اینو وقف کردیم. وقف کجا؟ وقف اون مؤسسه دیگه. خب اینا مسائلیه که واقعا باید بهش پرداخته بشه. من عذر میخوام از محضر معظم الله، اما ببینید اگه میخوام حکومت علوی درست کنیم برگردون، هیچ اتفاقی نمیفته. بگید آقا اشتباه بوده، عذر میخوام برگردونید، حالا دوباره با ضوابط واگذار بشه به هر کی میخواد واگذار بشه. حالا آیت الله یزدی هستن، ما ارادت داریم خدمتشون، ولی لاستیک دنا تقدس نداره. اونو باید پروندهشو بیاریم بذاریم بررسی کنیم که آیا ضوابط نقل و انتقال بیت المال رعایت شده یا نه. چرا مفسدان طرفدار تو هن؟ حامیان اصلی تو کسانی هستن که من به عنوان مفسد ازشون یاد کردم. این بحث عجیب غریبی است که اینها باید پاسخ داده بشه. کسانی از شما حمایت میکنند که در گزارش تحقیق تفحص هستن، در گزارش بازرسی کل کشور هستن، اول اونا رو حل کنن بعد از شما حمایت کنن و بعد هم شما اینقدر شعار بده. بالاخره آقای کروبی جواب ندادن که 300 میلیون شهرام جزایری رو برای چی گرفتید؟ خوشم به هوشت آمد. از کجا گرفتید؟ جواب اردبیل و اینا رو ندادی، مخصوصا جواب ندادی. اولا رئیس جمهور باید فساد مالی خودش هم تو رسم بگه. دنبال مفاسد میگردی آقای احمدی نژاد؟ امضای خودت در شهرداری تهران من عرض میکنم چند هزار میلیارد تو جیب بعضی رفته. ببینید یه سوال اساسی که ما داریم برای این 20 سالی که شما میخوام بفرمایید، آقای قالیباف میره 1000 تا تخلف های احمدی نژاد و خدمت رهبری میبره. خب چی شد؟ چرا تحقیق تفحص از شهرداری زمان ایشون 350 میلیارد مسکوت میشه؟ چرا در الان مسکوت میشه؟ ببینید یه عدد نجومی ایشون به کشورهای کمک کرده مثلا سنت وینسنت، جزیره سنت وینسنت. آخه ببخشید تو تهران ما مردم دارن از گرسنگی خدای نکرده بعضی‌ها به فساد کشیده میشن. و وقت شما رفتی کمک کردی به سنت وینسنت که چی بشه؟ از کیسه کی میبخشید؟ با کدوم اجازه؟ برای چی؟ برای اینکه شما میخواهید کاست